100 سال دیگه یعنی سال 1502 همه ما به همراه خانواده و دوستامون مردیم. آدمایی که نمیشناسیم توی خونه‌هایی که این همه تلاش کردیم بسازیم و بخریم زندگی میکنن و هر چیزی داشتیم و صاحب میشن. بیشتر دارایی‌هامون یا بخشیده میشن یا کلاً از بین میرن. مثلا ماشینی که این همه پول دادیم بخریم تا اون موقع اوراق میشه. فرزندانمون به سختی چیزی از ما یادشون میمونه، حتی ممکنه ما رو نشناسن. آخه کدوم یکی از ما پدر بزرگشون رو یادش میاد؟ بعد از مرگ اطرافیانمون فقط برای چند سال به یاد ما میمونن و بعدش فقط یه عکس روی دیواری. هیچکس نه دلش برای ما تنگ میشه نه به یادمون میافته. 10 سال بعد به کل به فراموشی سپرده میشیم. ما حتی خاطره هم نخواهیم بود. اگر یه روز بشینیم به تمام این چیزا فکر کنیم میفهمیم بیشتر مسائلی که روزانه ذهنمون درگیرشه، حتی نگرانیامون، چقدر بیهودن. اگر به اون آینده فکر کنیم، تفکر نگرش و رویکردمون نسبت به خیلی از مسائل تغییر پیدا میکنه. حتی میتونیم از زندگیمون بیشتر لذت